ببینم همه چی تو برداشتین؟ ما کلا همیشه همه چیمونو برداشتیم. ها راست میگی. شما نیم ساعت اینجایی چی میخواید؟ ببینید شاید از نظر شما اینجاییم ولی در واقع ما هنوز نرسیدیم. خب چی میخواید؟ وام ویلچر. خب اسم؟ حله. چی حله؟ نه حله اسممونه. فامیلیمون زون. آدرس؟ ما والا پورتابلیم. یعنی چی؟ همون جاکش خودمون. آقا آدرستون چیه؟ آخه ثابت نیستیم. بله معمولا تو واتساپ لایو لوکیشن میفرستیم. خب جنسیت؟ مرد. نه زن. بالاخره چی؟ ببین حقیقت ما هم زنیم هم مرد. یعنی چی؟ یعنی امکانات جفتشو داریم. هم دو شاخه‌ایم هم پریز. بله در واقع ما به دنیا میایم متأهلیم مثلا. خب زن میگیرید یا شوهر میکنید؟ همون دیگه بس که داره چی بخواد. بله نسبت به کنش واکنش نشون میدیم. یعنی چی؟ برگردید ببینم. اگه میخواید کونمونو ببینید کونمون دهنمونه ها. شما دیگه چه سگی هستید؟ نه نباید بازش میکردی. ببینید ما از همون جایی که میخوریم میرینیم. یعنی چی؟ یعنی تهمون بسته است دور برگردون داره. بله ورود خروجی یکیه. خب دهنتون رو ببندید چی میشه؟ هیچ گوه اضافه میکنیم. بله ما در واقع تنها موجوداتی هستیم که میتونیم دهنمون رو وا کنیم برینیم بهت. چی گفتی؟ نه توهین نبود توضیح بود. گمشید برید بیرون. گمشید. فکر کنم یه ذره تند رفتیم. ما اصلا نمیتونیم تند بریم. اینم هست. شما که هنوز اینجایید برید دیگه. بابا خدا شاهد ما رفتیم. عجب گیری کردیم ها.